میدونستید فلسفه 13 به در آیین اهورایی ایران زمین چیست؟ در فرهنگ ایرانی در جشن 13 به در هیچ سخنی از نحسی نیست، زیرا ایرانیان باستان نه تنها 13 را نحس نمیدانستند بلکه آن را نیز گرامی میدانستند. آنها 13مین روز هر ماه را به نام تیر روز یا تیشر، نام ایزد باران مینامیدند. مردم ایران در روز 13 فروردین با شادمانی در طبیعت به نیایش و شکرگزاری پروردگار پرداخته و با یاد فرشته باران از خداوند درخواست باران می‌کردند تا سالی پر از فراوانی و شادی داشته باشند. علت بدیوم دانستن کلمه 13 ریشه در فرهنگ اعراب دارد و پس از ورود تازیان به ایران وارد فرهنگ ایرانی شده است. در دوران ساسانیان هم این جشن باستانی از 13 فروردین شروع و تا 18 فروردین ادامه داشت و تمامی مردم جشن و پایکوبی می گرفتند و طبیعت را ستایش می کردند. این روز باستانی روز رهایی از چنگال اهریمن و روز پیوستن به اهوراست. مراقب باشیم این روز ویرانی و تباهی طبیعت نشود. بنویسید جاودان آیین نیاکانم و اگه یه ایرانی واقعی هستی این پست رو لایک بزن و برای ایرانیان اصیل بفرست.